چنانه که میبینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور میکنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگال از ازبکستان بود. 5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود. مرکز استکگولم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتنگاتن سیرودم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشین باربر را دزدیدند. این ماشین باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید. او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعه‌های سر راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگاتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاحان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. اتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمانی وارد دکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه‌ها، جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت‌آور بود. با استفاده از تلاطم، راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه به آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 اپریل سال 2017 روز جمعه، شویتسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد. رحمت عاقلوف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد. اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استکهلم دستگیر شد. خبرنگار شوئدی آنا کارلسن یادآوری می‌کند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است. این روز را خوب یاد دارم. آن روز استکهلم مثل روز بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت عاقلوف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. قصد داشت از این فرودگاه به فرودگاه دیگر رود. من او را ندیدم. به تلفنم نظر کرده تلاش میکردم ببینم که چه حادثه رخ داد. من عکس ماشین باربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده را دیدم. یک دوست نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم، اما پاسخ نداد. من خبری احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر را خواندم. وجودم لرزید. نمیتوانستم با دوستم در تماس شوم. بعداً خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. آن لحظه ها را هیچگاه فراموش نمی‌کنم. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در سوئیسرا و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه ووربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید. آخرین بینایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا رو الان دارن تعمیر میکنن. ولی رحمت عاقلوف برای غوطاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد. یک چند ماه و بمب دستی را او در این
چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد. روز 30 ینور دادستانی شوئد رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود همان روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شوئد، او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع، رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها 1 نفر در شوئد بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شوئد وجود مشکل‌ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد. حالا ما گره‌های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستادیم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است. اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبیلی رحمت عاقلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شوئد تهیه شده است. این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئد. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلوف رابطه داشتن، علاقمند بودن تلاش کردیم. در این سندها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلوف از طریق شبکه‌های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره‌های آسیای مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی‌ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادس صحبت میکنه، زیر میکنید و به فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که به این اپلیکیشن عضو شده باشد میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجیک خیلی معروف است. رحمت عاقلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود. خلاصه های دیگر از این قبیلند: نوشته هایی که در تلگرام و زلو از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است، قسما به زبان های روسی و ازبکی ولی بخش اصلی به زبان تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت عاقلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت عاقلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان راهنمایی کرد. بالاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده‌مان گواه آن است که در پس حمله تروریستی رحمت عاقلوف 1 نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده ایستادند. در حسابات دادستان شوئد روشن شده است که رحمت عاقلوف توسط شبکه‌های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها عاقلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و روش را نشان دادند. عاقلوف میگوید که آنها را تنها با لقب‌هایشان میشناسد. رحمت عاقلوف از دعوت پرویز سیدرحمانوف، ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود، روح بلند شده است. رحمت عاقلوف با ارسن مهاجروف، داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت عاقلوف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شوئد برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان
با او جستجو اعلان شده است. رحمت عقیلوف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی عقیلوف را جنگیان با لقب‌های ابو عمر و ابو اسامه نارکی راهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاج‌الدین نظرف است، از خطرناکترین مبلغان می‌دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله، فرمانده آمان، نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی پیوسته، در ماورای سال 2016 هم وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیگ دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظرداشت آنکه جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیک سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامید از احتمال دور نیست. Hello. Can I buy a SIM card? Yes. Swedish SIM card, please. Yes, Yeah? of course. Yeah. How much is it? The SIM card is 45 crown. Okay, I'll buy one. Yes, Okay. of course. Thank you very much. Thank you. Thank you. همین حالا من پاسپورت سیم کارت شویدی رو خریدم. نرخش همگی 45 کرون بود. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورها. در شویڅ میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد رو سیم کارت شویدی رو برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت عقیلوف هم خود همین کار را کرده بود. منزلی که شما میبینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شویڅ استکهلم عبادت میکرد. امروز البته این مسجد را پوشیدن، چون در این مسجد رحمت عقیلوف عقیده های تندروی دولت اسلامی را ترغیب میکرد و آدما را به دولت اسلامی دعوت میکرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدن. امروز اینجا کسی نیست. این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت عقیلوف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد. او میگفت ما باید و ابو بکر بغدادی بیعت کنیم، یگانه دولت اسلامی همونجا است. خب وقتی که دیدید فرداشه، دیدید که در روزنامه ها عکس او را چاپ کردن در صفحه اول، و چه حالت افتاده؟ این حالت رو من یک کلمه تصور کردن نمیتونم، تصویر دادن نمیتونم. محکمه رحمت عقیلوف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز می شود. گفته می شود که این محکمه بزرگترین محکمه عاید به تروریسم خواهد بود. خلاصش چگونه می شود ما نمیدانیم. مردم شوید نیز زیاد علاقه ندارد با آن چیز، ولی مردم شویڅ از عمل تروریستی که از ضربه‌ای که رحمت عقیلوف رساند ملهم می جوید. هنوز ملهم می جوید.